دالتون ها. این داستان نقشه مخفی. خودشه، راه درست رو پیدا کردم. ساکت شو بابا، نمیذاری بخوابیم. من تو خواب یه راه فرار تونلی پیدا کردم. ممنون اورل، خیلی کمک کننده است. صبر کن، اگه واقعا راه درست دیده باشه چی؟ تو راه خروجی رو که رفتی یادته؟ من فقط یادم آخر سر نقشه رو روی کمر جو کشیدم. روی کمر جو؟ روی کمر تو. خب بذار ببینیمش. برگردید. نمیتونستی روی تیکه کاغذ بکشی؟ خب باید با همین کارمون رو راه بندازیم. وقتشه بریم سمت تونل ها و بعد آزادی. سلام جودل، تو روز هموم سالانه است. اگه دوش بگیری نقشه پاک میشه. متاسفم اما بنده به آب حساسیت دارم. تازه اورل هم هر چی صابون داشتی بخورده. درسته؟ ولی راه حلش پیش منه. کجا رفت؟ دوست دارد باهات بازی کنم. من این بازی رو دوست ندارم. من همه جاهای قایم شدن رو میدونم. جا بیا همون کن. در رفتن فایده ای نداره. حق با خانم بتیه. اینو همیشه یادت باشه. بهداشت اولین قدم برای آمادگی ورود مجدد به اجتماع. پس برو حمام. هرگز. بیاریدش اینجا. آقای پیبادی هیچ وقت به ذهنش نمیرسه تو دفتر خودش دنبال ما بگرده. ببینید یه دوربین. میتونیم از کمر جو عکس بگیریم. اینجوری حتی اگه هموم هم کنه بازم نقشه رو داریم. چی؟ هرگز. شنیدید؟ عکس از کمر جو. لبخند بزن. از لحاظ رنگبندی بد نیست. اگه یه کم زاویه بازتر بود هنری تر میشد. همونم از سرتون زیاده. و تموم کردن جو دالتون. میدونم اون تو هستی. برات بهتر خودت بیای بیرون. یعنی کجا رفته؟ منتظر چی هستین؟ کمکم کن. ببینم این چیه؟ یه نقشه فراره که رو کمر جو کشیده شده. نقشه فرار. چی کار کرده؟ چی شد؟ نمیدونستم کاکتوس ها برگ دارن. برگاشون هم مثل خودشون عجیب و غریبه. کسی بهشون یاد نداده دیگه. نباید طبیعت رو کثیف کنن. خیلی کار زشتیه. برم بندازمش تو سطل آشغال. برگشت سر خونه اول. باشا جودل، وقت همومه. باشا. راه حلمون اون بالاست. پس جوهر چینی صدا به این جوهر به هیچ وجه پاک نمیشه. هر چیزی که تصمیم بگیری باهاش بکشی تا ابد همون جوری میمونه. تا ابد پاک نمیشه. اون چی گفت؟ این یعنی نقشه تا ابد رو کمر من میمونه. وای نه نه. تموم شد. نیاز اینقدر عصبانی باشی چون میخوام برم حموم کنم. بریم. اینم سطل زباله. جای زباله تو سطله. هشدار! همه زندانی‌ها دارن از زیر زمین فرار میکنن. لا 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 لا. هشدار نشنیدی؟ همه زندانی‌ها دارن فرار میکنن.
چطوری این کار کردن؟ چجوری راهی پیدا کردن که برن بیرون ها؟ اون عکس نگران نباش، الان نوبت ما هست. وقتشه بریم زیر زمین. وای کجا هیچ کس نمونه رئیس همشون فرار کردن. خیلی ممکنه این 1000 توی واقعیه، بدون نقشه گم شدن حتمیه، هیچ شانسی نیست که زنده بیرون برن. یه حسی دارم که یکی داره نگامون میکنه. کسی نور داره بتونیم نقشه رو نگاه کنیم؟ نه وای چه لبخند زیبایی، یعنی اونم دوست داره باش بازی کنم. همه این زندانیا در تلاش برای فرار کردن گم شدن. بعد به حالشون بعد یه نقشه با خودشون میآوردن. جک به همون بگو کدوم طرفی بریم. من هیچی نمیفهمم، همه این نقشه پر از گله. خب آره جو، من گل کشیدم. آخه من گل خیلی دوست دارم. این دفعه دیگه آدمت میکنم. نه بدون من بازی میکنین. هیچ کس تکون نخوره. بقیه زندانیا فرار کردن ولی حداقل دادکنده رو صحیح و سالم گرفتیم که حیف شد. وقت حمامه. نه هی جو، کمرت تو صفحه اول روزنامه. این نقاشی منه تو صفحه اول و مامان خیلی بهم افتخار میکنه. آره بهتر مامان به منم افتخار کنن. بذار برای چند تا گل بکشم. نه جو لطفا همینجوری صورتت گل میکشم.